سعید امیر ظهوروف رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رسا بعد یک ماه مرخصی از بیمارستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بار اول بود که دچار سکته مغزی شد و حاصلش سالخوردگی و هم فکر زیاد بوده است. وی گفت وضع سلامتیش معتدل است و رو به بهبودی دارد و پس از طبابت به کارش برخواهد گشت. سعید امیر ظهوروف در حال حاضر مشاور شرکت مخابراتی بیلین می باشد. گنرال پالکومنیک سعید امیر ظهوروف 67 ساله روز 14 مارس در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت حالا هم تحت مراقبت پزشکان قرار دارد و داروهایی که مشورت میدهند استعمال میکند. وی گفت این بار اول بود که به سکته مغزی دچار شده است و خیلی سنگین بوده است. حالا هم راه رفتن و به خیابانها برآمدن نمیتواند. سعید امیر ظهوروف حین صحبت تلفنی با رادیو آزادی حواسش جمع بود و آگاهانه به سوالها پاسخ میداد. روحیش قوی بود و با استفاده از رادیو آزادی به خبرنگاران و ساکنان کشور که در روزهای بستری بودنش به سراغش آمدند اظهار منتداری نمود. به من میرسانیدند که ژورنالیست ها مقاله های نشر کردند و از سلامتی من اظهار تشویش کردند. من از همه آنها منتدار هستم، افزود سعید امیر ظهوروف. گنرال ظهوروف همچنین مردم کشور را با فرارسی عید نوروز تبریک نمود. رئیس سابق کمیته امنیت ملی تاجیکستان سعید امیر ظهوروف شام 22 ینور با سکته مغزی در شعبه احیاگری بیمارستان قره بالا بستری شد. او روز شنبه 27 ینور سال روان از کارپوس پنجم این بیمارستان به کارپوس ششم منتقل شد. سعید امیر ظهوروف رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است.